هلو برابک، چطورین؟ خوش اومده به ویدیو جدید از چنل خودتون. من حسین سند هستم و توی این ویدیو قرار بریم انتظارا رو به پایان برسونیم و پک آرژانتین رو بگیریم و بزنیم بر بدن دیگه. کلا قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، این ویدیو رو لایکش کن، سابسکرایب کن، یادت نره و کامنت هم بذار به بده دیدم این ویدیو و نظرتو بهم بگو و اگرم نخواستی که فدا سرت. بریم سراغ ویدیو. خب قراره بریم دیگه تمومش کنیم و پکو بگیریم و من راحت شم و اینجا پکو میزنیم و این پک آرژانتین بسیار زیبا رو که اینجا مشاهده میکنیدم قراره بگیریم و با این مسی اصلا یه کارت خیلی خوشگلی داره و شنیدم هم گیم پلی خیلی خفنی داره و بریم که با هم این کارتو به این خفنی رو بگیریم و اسکیلش رو دابل تاچ داره، لاین رنج کرلر داره، بعد دیپینگ شات داره، فرست تایم شوت داره، وان تاچ پاس داره، بعد اینا یه عالمه چیز میز داره که قراره من یه عالمه با خود کارتای اسکیل قراره یه عالمه چیز میز بهش اضافه کنم که اصلا غم اسکریپ اینا اصلا نداشته باشیم. اسکلونی هم که فکر نکنم به درد ما بخوره چون کویک کانتر 86 و پوزیشن گیم 87 داره. اون برای کسایی که میخوان رو بین نیمه مثلا سبکشون عوض کنن. خب ولی خب من عوض نمی‌کنم، اون آقای ژابی آلونسو از همه بهتره و اینجا ما میایم 1500 تا رو وایسا این لحظه تاریخ باید ثبت شه. میایم اینجا 1500 تا رو میدیم و پکو خریداری میکنیم و 3500 تا داریم و الانم جناب آقای لئو مسی با این کارت زیبا، اصلا چی بگم من در این کار نمیدونم. بیا اینجا همه رو لاک بکنیم. من خودم میترسیدم که نرسم به این پک ولی خیلی زود رسیدیم به این پک و من قبلا میخواستم اگه شد برم پک چیزم بگیرم، پک انگلیس هم بگیرم که 900 سکه است. گفتم الان بشه خودم فکر میکنم اینم ارزش نداره اون چنان انگلیس رو بخوام بگیرم برای اکانتم. گفتم سک کنیم شاید یه چیز بهتری اومد و یه پک بهتری مثلا از اسپانیایی یا از چیزی یا از مثلا آلمان بیاد، یه چیز خوب باشه بتونیم بگیریمش. و اینجا هم که پیام گرفتن پک رو برامون آورده و اینجا هم که سولدت شده و دو تا پک رو کنار هم دیگه سولدت کردیم و دیگه بریم اشغالش. اینجا هم که پک انگلیسی که بلینگهام 102 داره ولی نمیدونم فکر نکنم به صرفه از لحاظ گیم پلی. من الان یه کارتایی میگم که گریبلشون خوب باشه و اوورالشون واقعا بالا باشه، مثلا 103 104 102 دیگه خیلی چیز شده، خیلی دیگه تو هر کارتی ما داریم میبینیم 102 رو. البته این 102 با 102 فرق داره، مثلا شما یه 102 رایگان میگیرید خب ولی 102 میبینید از تو این باکس هایی که مثلا 1150 تایی میگیرید. خب خیلی آسمان تا زمین گیم پلیشون با هم فرق داره و مثلا اونایی که تو باکس میبینید خیلی قوی ترن، نمیدونم چرا. طبیعی هم از چون یه دونه داره رایگان بهتون میده، یه دونه داره با شانس داریم میگیریم و پول باید داشته باشین تا اینو بهتون بده. و الان اینجا ما بریم مسی رو و اینجا مشاهده میکنم من مسی 103 دارم ولی وقتشه که با این مسی خدافظی کنیم و 12 روزم از قراردادش مونده و حالا من چند بارم خیلی تمدید کردم قراردادش رو خیلی قبل از این خیلی قبلتر چیز شده بوده، تموم شده بود. الان ما بریم مسی رو پیدا بکنیم. کجاست آقای مسی؟ بالاتر و اینجا اورال شده 88 و ما اینجا بریم لولش رو بهش بدیم و بازم انبار ترنینگ رو مشاهده میکنید که من ترنینگ رو بهش بدم. خب بالاخره مکس شد و ما اینجا بزنیم و لولش رو بخوام بهش بدیم. اینجا من یه لحظه الان برم یه روش مکسی هست که با اون مسی 106 میشه و با آقای ژابی آلونسو که الان من برم اون روش مکسی رو پیدا کنم و برمیگردیم الان. خب اینجا بخوام بریم بهش لول بدیم 12 تا این بود فکر کنم، 6 تا این 10 تا اینم 8 تا 4
و اینجوری به قول پایه 100 میرسه. با بوستش میشه 101 احتمال زیاد. به به اصلا کارتو ببین تو و بیاد داخل ترکیب با آقای ژابی آلونسو ما برد میریم و میشه 3146 و به قول 106 میرسه. عجب کارتی خدا وکیلی. 2 تا کارت با بوستر بنفش کنار هم دیگه و قراره یک گیم پلی ریزم داشته باشیم تو این ویدیو. امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم سراغ گیم پلی. او آقا من ترکیب و فول آرژانتین و این فول پک آرژانتین جدید چیدم و قراره بریم دیویژن 2 ببینیم چه جوری عمل کردش. میدونم قراره پارشن ولی خب تست بگیریم دیگه. مکس هم نیست ایشون به جز مسی. قراره جر بخورن تو دیویژن 2 عملاً ولی خب دیگه بریم ببینیم چی پیش بیاد دیگه. خب بعد 2 ساعت بالاخره پیدا کرد 4 آنتنه. بریم ببینیم تیم حریف چجوری ناموسن یک نفر ضعیف یا آسون نیست یا 3134 یا ابوالفضل. میام فکر کنم این دیویژن 2 بود. من اونقدر ندیدم برم ببینم. تازه من نصف استرنج تیمم به خاطر این تعویضیا بالاست وگرنه که خیلی میومد زیرتر. بذار ببینم کیه یا ابوالفضل. ببینم مسی داره فیگو. آجی جان مادر به اون رحم کن. من ببینم میتونم مساوی از این بگیرم یا نه. من لباسم اوکیه. بریم ببینیم چطوری است. بالاخره بعد نیم ساعت یارو استارت نمیکرد ردی نمیکرد بالاخره ری کرد. الان بله وضعیت نت رو مشاهده میکنی که اصلا دیلی. دم شما گرم. مگه 4 آنتنه نبود؟ نت تو اوکی کن. من نتم اوکیه. بله لگو و شده میکنه کلا فریز میشه بازی. بچه گل اول خوردیم. نه وای گل اول خوردیم. بابا میتونست بگیره راحت اون دفاع کنارم. چرا نگرفتم نمیدونم. وای 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 ریدم بابا دهنت سرویس. گفتم پاره میشم. خدا خوشحالی گل نرد این آدم اسکیپ کرد. بابا لاموسن اصلا نمیشه بازی کرد یا ابوالفضل. دیگه برو کارناچو برو بده مسی. یه گل رو جبران میتونی بکنیم یا نه؟ وای توف به این شانس. اگه این لگ و دیلی نبود دران اینو میتونستم بگیشم این کاددار بزنم ولی خب دیگه چیکار کنم. بازی کنم من مکس دیسا جون ندارم. بابا دهنت سرویس بود دوید دیگه. یا ابوالفضل داشتم گل میخوردم و نیمه اولا تموم شد. واقعا دارم پاره میشم زیر این لگ و دیلی. بابا ناموسن دهنم سرویس شد. ها همینجا حرکی کشکی اسلام بزن. وای 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 گل مف. بله تونستم گل مف بزنم بهش. بنازم. البته گل مف که خودش سوتی داد دیگه. من میخواست سوتی نده. و اولین گلو لو مسی با این کارت زیبا میزنه با این همه لگ و دیلی و دیگه با اسکواد مکس شده دیگه چه بهونه‌ای بیارم. و سوت پایان بازی هم زده میشه. ما 2-1 میبازیم ولی خب دیگه کارش نمیشد که دیگه تیم یارو هم قوی بود و ما مکس نداشتیم مثل بازیکنمونو. بعد دیگه مشاهده فرمودی لگ و دیلی داشته ولی خب حالا باختیم دیگه. در صورت هر چی بود باختیم ولی خب قصدمون این بود که تست رو بگیریم که تست نمیشه گفت تقریبا گرفتم ولی خب دیدید دیگه مسی کلا یک چیزی خوبی داشت کاتدار میزنه دیگه. کاتاش یعنی کرلش خیلی بالاست و کات خوبی میده. گل اولم رو همون کاتدار زدیم بهش دیگه و شوتای خوبی هم میزنه این مسی. قبل از اینکه من این ویدیو رو بگیرم یعنی این آنلاین بازی کنم یه چند از آفلاین باش بازی کردم. خیلی خوب بود. شوتای خیلی خوبی میزنه و دریبل خوبی هم میزنه. کلا کارت خوبی دیگه برای کسایی که میتونن هزینه کنن بگیرنش دیگه. حالا درسته ما این بازی رو باختیم ولی خوب لایک و ساب و اینا رو هم بزنید دیگه. حمایت بکنید از من که بتونم ویدیو رو کیفیتش رو برم بالا و دمتون گرم. تا ویدیو بعدی فعلا. Look at me.